سلام، اومدم با بازی خیلی حساس پرسپولیس استقلال برای شما. برای دوباره کلیپ استقلال پرسپولیس یاد درست کردم، ولی دوباره میخوام درست کنم و کلیپ های جدید ببینید. خیلی داخل کامنت ها گفتن دوباره متین مومنی، متین داداش دو اسکلیپ استقلال پرسپولیس درست کن، منم درست میکنم برات. بعضی که مثلا میگن این صدایی که میاد از صدایی کیه، صدای داداش منه، من بچه هست و خیلی سرسک بازی شروع میکنم. پرسپولیسیا سری علی پور یه سانت قشنگ میکنه. پرسپولیس اول بازی 4 تا بازی کردیم. من 4 تا بازی کردم، یک برد اصلا نداشتم، 3 تا مساوی، یه دونه باخت. حالا اینم وحید امیریه که دروازه استقلال باز میکنه. نگاه کنید اینجا نظرت میخوام علی پور و این پاس دروازه سید حسین دقیقه و 8 ثانیه دروازه رو ترکوند. فرصت میره برای این تیم اساسه، فرصت برای استقلال. گل مساوی دقیقه 2 گل خوردن، دقیقه 5 جبرانش کردن. ماشاری پوف دروازه این تیم رو باز میکنه. چه سریع اولای بازی 1-1. دوباره خود استقلال یا اشتباه، دوباره خود استقلال. پرسپولیس رو تیر میزنه. علی پور تیر در این دروازه رو به لرزش میکشونه. اشتباه از سونورانوف درست میکنه، اشتباه شد. چرا برگشت؟ فرصت برای پرسپولیس، دفاع استقلال رو به هم میریزه. چقدر فرصت از دست دادن پرسپولیسیا. انگار که استقلال دفاعش از مثل رئال مادرید داره انگار بازی میکنه در دفاع. فرصت یک پاس قشنگ، ولی سونورانوف فرصت برای این تیم، برای استقلال. این همه فرصت پرسپولیس انجام داد. فکر کنید با فرصت اول استقلال گل بزنه. دقیقه 28 فرصت میره برای اوسون. میخواد بره رو پاش، داره تلاششو میکنه، درست میکنن. میره سونورانوف، اون سن دفاع کلا خالی گذاشتن برای استون، ولی برگشتن به سر پستشون دفاع. استونورانوف سید حسین این دفاع با راحتی بگیره. ایوب الماج چه پاسی میرسونه، ولی بازم این دفاع استقلال دست بردار نیست. فرصت هست و گل دفاع مسعود ریگی، اینم
ببخشید علی پور بود یا مسعود ریگی؟ علی پور. نگاه کنید اینجا مسعود ریگی بود. خسر رسود به علی پور و علی پور. دو یک. دفاع پرسپولیس به هم ریخت. گل بشه تقصیر دفاع پرسپولیس قرار میگیره. ولی الکسیس کندوز 3 دقیقه بود ولی 5 دقیقه شد. تموم میشه نیمه اول به نام پرسپولیس. تموم میشه. از نظر من برد و بالاخره بعد 5 تا با 4 تا بازی کردن دیگه. گفتم 3 تا مساوی 1 دونه باخت. اینم که فعلا از استقلال تهران جلو هم 2 بار ولی با استقلال بازی کردم. اینم اسفنورونوفه داره میخواد حمله کنه نمیرسه. دفاع استقلال اصلا نمیذارن اورونوف حرکت کنه. مثل همیشه اورونوف نیست همه رو رد کنه. مثل همیشه نمیتونه. ماشاری پوفم یکی از بهترین تیمو داره الان. میخواست که بره این بازیکن میخواسته بره داخل پرسپولیس ولی اشتباه بردنش داخل استقلال تهران. این بازیکنی که الان یعنی ماشریپوف اشتباه. بس پرسپولیس بازم الکسیس کندوز. اون بر دفاعشون مثل رئال مادرید ولی این بر دروازه‌بونشون مثل رئال مادریده. اعتراض هند داره بازیکنان پرسپولیس. پرسپولیس تک به تک علی پور ولی دفاع بازم دفاع تک به تک و میرفت که تک به تک بشه. دقیقه 67 بازی 2-1 پرسپولیس. بازم علی پور میرسه به این توپ یا نه میرسه. علی پور 2 تا گل فعلا علی پور برای پرسپولیس زده. یه تعویض کنم به علی پور. میخوام بیارم بیرون نگاه جون بازی نداره. علی پور رو به جاش آیزال کثیر بیارم. تعویض میگیره. علی پور به بیرون میره به جاشم ایسال کثیر به زمین میاد. این تعویض پرسپولیس میتونه کارو به 3 تا کنه یا نه. چه سریع ایسا رو حرکت میندازن. استقلال جون ندارن ولی این بازیکن جوندار بود. چه پاس بدی داد دانیال اسماعیلفر. هر بازی با استقلال یه دونه گل زده دانیال. بازی قبل و 1-1 با همین گل دانیال اسماعیلفر. ببخشید با سروش رفیعی پنالتی شد و زد و سونورونوف اورونوف گله. کارو به 3 تا میکشونه اورونوفی که تلاشو برای گل و بالاخره میزنه گل برای 2 تا علی پور 1 2 استقلال چه بد شده این بازیش.
فرصت ها برای تیم استقلال باید پیش بره، نمیره. ایسال کثیر میره تک به تک، از کجا در آورد؟ از همونجا. چه گلی در رو زد. ای این بازیکن فرید امیری، چه گلی! باور نشدنی بود این گل. از وسط زمین 4-1 میکنن. نشون دادیم 4 تای واقعی رو. یه بود زمانهای قدیم 4-1 هم کردن استقلال و برای دومین بار. میره پرسپولیس 4-1 از این تیم جلو میفته. 10 دقیقه است. گل پنجم و ایسال کثیر میزنه. 5 تا میزنن به دروازه استقلال. استقلالی‌ها چقدر نامیدن. نشون دادیم 5 تای واقعی رو. 5-1. یکی خوردن 5 تا زده پرسپولیس تا الان. اوسونورونو و بازی تموم میشه. 5-1 پرسپولیس. با ویدیوهای بعدی منم حتما نگاه کنید. بازی خیلی طولانی بود و پرگل. بازی دیگه هم 100% نگاه کنید.